در دل روستاهای زیبای تخار بازی جریان دارد که نسل‌ها را به هم پیوند داده است. یک بازی پر از هیجان، تحرک و رقابت دوستانه. اینجا میدان توپ دنده است، جایی که مهارت و چابکی از هر چیز مهمتر است. توپ دنده یک از بازی‌های محلی مردم ولایت تخار است. در ولسوالی‌ها، در قریاجات ولسوالی‌های ولایت تخار نوجوانان یا جوانانی که با مو بازی محلی علاقه‌مند هستند بازی میکنند. این بازی بسیار یک بازی خوب است. خوبی‌هایی است که مردمانی که با بازار دسترسی ندارند میتونند که با یک لته یک توپ بسیار میدگه که جور بکنند با مو دنده خودشان در قریه ها ادامه بدن. این یک بازی است که کدام هزینه خاص نداره. یک کم هزینه ترین بازی است که مردم میتونه، همه مردم خصوصا اطفال، نوجوانان میتونه به این بازی را پیش ببره. این بازی است که مانند بازی های دیگر مردم اوگار نمیشه، یعنی اوگار شود بیفته از اسب یا مانند فوتبال باشه که در جریان بازی بیفته. این تو یک بازی نیست، بازی پر ارزش و یک بازی بسیار خوب است. بازی است که همه مردم را به خود جلب میکنه، بازی است که در دوشش انسان‌ها را به طرف صحتمندی میبره، بازی است که همه مردم علاقه‌مند این است. اما مانند یک بازی بسیار پر ارزش کشور است، او کرکت است. بازی توپ دنده مانند بازی کرکت است که قواعدهای خاص خود دارد. قوانین این بازی ساده است، اما برنده شدن در آن نیاز به مهارت و سرعت بالا دارد. بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند، یکی حمله می کنند و دیگری دفاع. هدف زدن توپ با چوب و دویدن بین پایگاه ها بدون اینکه تیم مقابل توپ را بگیرد. توپخری یا توپ دنده یک بازی است که بسیار سابقه دار است، به خاطری که مردم تخار و مردم اطراف و اکناف مردم بسیار علاقه بیشتری به توپ دنده دارند. توپ دنده قواعدش همین است که 10-12 نفر جوانا و نوجوانا یک جا جمع میشوند، یک توپ قدر توپ است، او را میگیرند، نفرات تقسیم میکنند، در اونجا یک پیکه میمونند، یک نفر توپ میته و نفر 4 نفر یا 10 نفر دیگه در اون میدان میرود توپ قپیدنی. وقتی که این توپ زد، توپش گریخت، اون نفر ای پیکه دور کده میه، اگر که توپش گرفت اون نفر زد دیگه اینا میسوزن، توپ به نوبت نفر دیگه میرسه که باید اینا توپ بزنن. همین نفری که توپ داده بود نفر نوبت ایناست که باید توپ اینا بزنن. دو طرف دیگه یکی ما پرتاب میکنیم طرف یک دیگر، یا میگه به نام کزموزی میگین یک چیزی را در زیر دامن پد میکنن، دو نفر یک طرف یک نفر دیگه اون طرف میسن، یک نفر دیگه این طرف میسن. وقتی که نفر گریخ اگر زد پس اونا میسوزن، توپشون به اینا تحویل داده میشود. هدف بازی به خاطر شوق علاقه است، یکی انسان تندرست و انسان خوشحال میسازن. هر رقم بازیایی که در افغانستان در جهان است به خاطر خوش ساختن جوانا و نوجوانا است و مردم هم بسیار بیشتر، مردم اطراف و اکناف بسیار علاقه در این بازی دارند، بیشتر از فوتبال و یا والیبال یا کرکت کردن. مردم دوردست از شهر، یعنی که مردم های قشلاقی به این بازی ها بسیار شوق علاقه بیشتری دارند. دمای حمل بیشترین فصل ها مردم ها میروند میله در دشت ها میروند یا در کوه ها میروند به خاطر میله گرفتن. در اونجا بسیار مردم بازی میکنند و مردم بسیار همون به خاطر یک سیاحت میروند. همین توپ دنده خودش هم یک تفریح هست دیگه، میروند تفریح میکنند در بین جوان های چیزی بسیار رواج است. او بساط ملی باشه باز جوان‌ها تشویق شود، ترغیب شود و جوان‌ها به طرف اینها دعوت شود، مثل فوتبال و یا کرکت و جهانی شود که بسیار مثلا آقای قسطین و پهلوانی جهانی شدگی که فوج جهانی شدگی است، مانند همین توپ دنده هم جهانی شود و مردم از بیشتر علاقه بسیار پیدا میکنه به خاطری که در بین مردم شهر قدر رواج نداره و در بین مردم‌های قشلاق بسیار رواج بالا داره. اگر که اینها جهانی شود دیگه نور و نلا نور است، یعنی که بیشتر به مردم دیگه آشنایی زیاد پیدا میکنن و مردم علاقه بیشتر به این پیدا میکنن. توپ دنده فقط یک بازی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ مردم تخار است، یک میراثی که نسل به نسل منتقل شده است.
توپ دنده یکی از بازی های محلی مردم افغانستان خصوصا این یک بازی های است که در اطراف و اکناف ولایت تخار و در قریجات بیشتر بازی میشه. جنبه تاریخی داره که از نگاه فرهنگی یک ربط مستقیم داره به اینکه مردم در اطراف ولایت تخار را بیشتر بازی میکنن و همچنان عادات دیرینه مردم می باشه که از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا کرده و شکل پیشرفته از این کرکت است. ولی این که توپ دنده مثلا هزینه کمتری به کار داره، بیشتر مردم به می خاطر به این بازی می پردازن. توپ دنده فقط یک بازی نیست، بلکه نمادی از همبستگی، نشاط و فرهنگ محلی است. در زمانی که بازی‌های دیجیتالی در حال تسخیر کودکان و نوجوانان هستند، این بازی نشان می‌دهد که چگونه سنت‌ها هنوز هم می‌توانند مردم را به هم نزدیک کنند. گفته میتونیم که اکثرا جوان‌ها به این ساعتری البته زیاد علاقه‌مند هستند که به خاطر از اینکه هم از یک طرف به اینا یک زمینه مثلا ورزش باشه و از دیگر طرف مثلا ای که جوانهای ما نپردازند به کارهای خدا نخسته کار منفی، به همین خاطر به این توپ دنده میپردازن که مثلا طرفدار و علاقمندی بیشتر هم به این مردم میتونه داشته باشه. محدودیت های مکانی و زمانی نداره و از نسل ها به مردم همین قسم به میراث مانده. در میان هیاهوی زندگی مدرن، توپ دنده همچنان زنده است، همچنان پر از هیجان، پیوند دهنده قلب هایی که با توپ و چوب خاطراتی ماندگار می سازند.